الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بینندگان محترم و معزز و مکرم، دوستان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم در قسمت 111 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. در چند قسمت گذشته خدمت شما عزیزان احکام و آداب و مسائل سنت های جنازه را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کرده بودم و این قسمت برنامه و قسمت آینده در مورد بابی مستقلی از ابواب نماز است که او باب لباس است. فقها و محدثین در آخر ابواب نماز باب دیگری به نام باب لباس را ذکر میکنند و مناسبت ذکر کردن باب لباس یا پوشاک در ضمن ابواب نماز به خاطر این است که چون پوشاندن عورت یا ستر عورت رکنی یا شرطی از شروط نماز است که بدون پوشاندن عورت نماز درست نمی شود و عورت پوشانده نمی شود الا به لباس. لذا فقها و محدثین احکام و آداب و مسائل لباس را ضمن باب نماز ذکر میکنند. و همچنین چون الله متعال می فرماید که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. ای اولاد آدم، شما هنگامی که برای نماز استاد می شوید لباس زینت را بر تن خود کنید، لباس زینت را بپوشید. و در این آیه کریمه الله متعال در وقت نماز خواندن، در هنگامی که انسان نیت نماز خواندن را میکند به درگاه الله متعال در نماز ایستاد می شود با پوشیدن لباس امر کرده که لباس زینت را در وقت نماز خواندن شما بپوشید. و لذا احکام و آدابی که متعلق میگیره به لباس او را فقها و محدثین در ضمن ابواب نماز ذکر میکنند و آنچه که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از سیرت مطهره ایشان در مورد لباس بیان شده و همچنین لباس هایی که پوشیدنش حلال است و لباس هایی که پوشیدنش حرام است، این مسائل را در ضمن این باب ان شاء الله تعالی در دو قسمت در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد. و لباس هر آن چیزی را گفته می شود که مرد یا زن توسط از او خود را بپوشاند، جسد خود را بپوشاند، او را لباس گفته می شود. و منظور از لباس یا هدف از لباس دو چیز است. اول اینکه ستر عورت که توسط از او بنی آدم یا انسان ها عورت خود را می پوشانند و دوم به خاطر آرایش و زیبایی که به خاطری که در پیش روی مردم خود را با آرایش و زیبا جلوه بدهند لباس را به تن میکنند. و این دو هدف یا دو این مطلب در آیه که قبلا خدمتتان تلاوت کردم بیان شده که الله متعال میفرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ای بنی آدم، ما برای شما لباس درست کردیم، آماده کردیم که هدفی از او اول این است که یواری سوآتکم که شرمگاه های شما را می پوشاند، که توسط این لباس شما شرمگاه های خود را می پوشانید، عورت خود را می پوشانید. پس هدف اول پوشاندن عورت و شرمگاه است و هدف دوم وریشا که گرفتن این لباس برای آرایش و زینت، پوشیدن این لباس برای آرایش و زینت است که توسط از این لباس که ما برای شما آماده کردیم، تیار کردیم ای بنی آدم
شما خود را آرایش و آرایسته میکنید و زینت میبخشید. و لباس التقوا ذلك خیر، اما لباس تقوا بهتر و افضل است. در لباس تقوا و پرهیزگاری، در اینجا تقوا و پرهیزگاری را الله متعال لباس نامیده، که همچنانه که لباس در برگرانده همه جسم است، توسط لباس عیوب و شرمگاه های انسان پوشانده می شود و لباس سبب زینت و آرایش است. همچنین تقوا باید تقوا و پرهیزگاری را انسان مسلمان در خود چنان تطبیق بدهد همچنانه که لباس همه جسم انسان را می پوشاند. پس باید یعنی همچنانه که لباس مثلا دست انسان را می پوشاند، باید تقوا و پرهیزگاری به شکلی باشد که دستی از او طرف حرام دراز نشود و همچنانه که مثلا توسط لباس پا و جسم شکم پوشانده می شود، باید تقوا و پرهیزگاری به شکلی باشد که انسان را از قدم گذاشتن به طرف حرام نگه دارد، از تفکیر کردن به طرف حرام نگه دارد، از نظر کردن به طرف حرام نگه دارد و از شنیدن چیزهای حرام نگه دارد. و لباس التقوى ذلك خیر، ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون. این لباس هم از جمله آیات و نشانهای الله متعال است تا که شما پند بگیرید. پس این آیت هم دلالت به این میکند که لباس نعمتی از نعمتهای الله متعال است که توسط ازی هم انسان شرمگاه های خود را میپوشاند و هم توسط ازی زینت و آرایش میبخشد برای خود. و این چون که نعمت الله متعال است، باید شکر ازی را بجا آورد. و احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است یا دین اسلام ما را به این چیز هدایت میکند که ما مسلمان ها باید همیشه به مظهر خوب به خود را همیشه باید آراسته داشته باشیم و از این نعمت الله متعال که لباس است از او استفاده خوب بکنیم و همیشه به مظهر و منظر خوب پیش روی مردم خود را جلوه بدهیم. و چون در حدیث شریف است که ان الله جمیل یحب الجمال، الله متعال جمیل است، جمال و زیبایی را خوش دارد که انسان خود را زیبا و توسط لباس زیبا برای مردم جلوه بدهد. و همچنین چون نظافت یک جزئی از ایمان است و باید همیشه انسان مسلمان با لباس نظیف و با لباس پاک خود را جلوه بدهد. و در آیاتی که در ابتدای اسلام بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده بود که او آیاتی ابتدای اولی سوره مدثر است که الله متعال می فرماید یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. در این آیات به چند چیز الله متعال رسول خود را در ابتدای اسلام هدایت می دهد. از جمله این هدایاتش این هم است که باید ای رسول خدا تو لباس خود را همیشه پاک داشته باشی، با لباس پاک و با لباس نظیف برای مردم بیرون شوی و از پوشیدن لباس ناپاک و لباسی که مظهر تو را برای مردم خوب نشان نمیدهد از او باید خودداری کنی. و این هم دلالت میکند به اهمیت نظافت در اسلام و به اهمیت اینکه انسان باید همیشه حسن منظر داشته باشد، همیشه برای مردم خود را به لباس خوب جلوه بدهد و از پوشیدن لباسی که او را از انظار مردم پایان نشان دهد از پوشیدن آن خودداری نماید. و گفتیم که چون این نعمت خدا هست لباس و خدا که برای انسان خداوند متعال برای انسان این نعمت را مهیا کرده، باید از این نعمت انسان استفاده کند. و در حدیثی است که در حدیث شریف است، حدیثی که امام بیهقی و امام احمد و طبرانی او را از عمران بن حسین روایت میکند و درجه حدیث هم حسن است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمه ان یرا اثر نعمته علیه. هنگامی که الله متعال بر بنده خود نعمتی میبخشد، خوش دارد که اثر این نعمت را در بنده خود ببیند. الله متعال بر بنده خود پول داده و میتواند که لباس خوب بخرد و لباس نظیف بپوشد، باید از این نعمت استفاده کند و این نعمت را شکرانه عملی این نعمت را انجام بدهد که پوشیدن لباس خوب و لباس نظیف است و ظاهر شدن پیش روی مردم با مظهر خوب و حسن است. و همچنین امام نسائی
رحمت الله علیه از ابی احوص روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به پدر ابو احوص گفت اذا اتاك الله مالا فلیرى اثر نعمته علیک و کرامته. هنگامی که الله متعال بریتون مالی داده، پس باید الله متعال در تو اثر نعمت خود را و اثر کرامت خود را ببیند که نعمتی که بر تو بخشیده آثاری از او باید در تو ظاهر شود. کرامتی که الله متعال بر تو بخشیده آثار این کرامت در تو باید ظاهر شود. و در ابتدای حدیث است که این شخص پدر ابوالاحوص نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و کالای خیلی خشنه پوشیده بود. اتی النبی صلی الله علیه و سلم فی ثوب دون، در کالای خیلی خشنه نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای او گفت که الک مال، آیا تو مال داری؟ گفت نعم، من مال دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید که چه نوع مال داری؟ گفت که الله متعال برای ما از اموال ابل و اغنام و عقیق، از هر نوع مال برای ما بخشیده است و برای ما آسان گردانیده. هم شتر دارم، هم حیوانات گوسفند چیزا دارم، هم پیسه دارم و هم عقیق و غلام ها دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ادامه فرمودند که اذا اتاک الله مالا فلیرى اثر نعمته علیک و کرامته. هنگامی که مادامی که الله متعال برای تو مال بخشیده، زندگی بخشیده و دارایی بخشیده، باید این نعمت خداست، باید الله متعال این اثر این نعمت خدا را در تو ببیند و تو با کالایی که آمدی باید به این کالای بپوشی که مناسب حال تو است و کالای بپوشی که تو نعمت الله متعال را عملا نشان بدی که الله متعال برای تو نعمت بخشیده و اون نعمت را برای مردم باید عملا نشان بدهی. و همچنین امام احمد رحمت الله علیه از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که ایشان فرمودند اتانا رسول الله صلی الله علیه و سلم زائرا فی منزلنا. حضرت جابر بن عبدالله فرمودند که یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به زیارت ما در خانه ما تشریف آوردند. فرآ رجلا علیه ثیاب وسخه. در جمله کسایی که در خانه ما بودند مردی بود که کالای کثیف و چتل پوشیده بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طرف این شخص نگاه کرد و فرمود که اما کان هذا یجد ما یغسل ثوبه او ما یغسل ثوبه. آیا این شخص اما قدر چیزی پیدا نمیکنه که کالای خود را بشوید؟ این یک چیزی بسیط و آسان است، میتوند که توسط آب یا کمی صابون کالای خود را بشوید. پس چرا این شخص این کار را نمیکند و با لباسی کثیف و چتل در مجلس می نشیند؟ و این کار را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را به این شخص این کار کردند و گفتند که این یک کار ساده و آسان است که یک انسان کالای خود را نظیف کرده بپوشد، کالای خود را شسته بپوشد و از پوشیدن کالای کثیف و چتل خودداری کند. و این حدیث همه ما را ارشاد و هدایت به این میدهند که باید همیشه انسان مسلمان در خوردن خود، در نوشیدن خود و در لباس خود از اقتصاد کار بگیرد و نعمتی که الله متعال برای او بخشیده از این نعمت استفاده خوب بکند و این نعمت را عملا نشان بدهد، نعمت الله متعال را. چون اگر انسان با کالای چتل و با کالای ناپاک و با کالای کثیف می آید، این دلالت به این میکند که این شخص نعمت الله متعال را کتمان کرده و پوشانیده است. و همچنین باید انسان مسلمان از تبذیر و از اسراف خودداری کند در پوشیدن کالا و در خوردن و در نوشیدن خود، چون هر دو از باب لباس شهرت گفته می شود. اگر انسانی لباسی چتل و ناپاک و پیندار را می پوشد در حالی که او استطاعت پوشیدن لباس خوب را دارد، این هم لباس شهرت گفته می شود. و بالعکس کسی که لباس خیلی بلند مرتبه و خیلی مافوق و لباسی که خیلی کلان و بزرگ باشه که در روی زمین او را کش کرده بره و با تکبر و با خیالا، این هم لباس شهرت گفته می شود. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از پوشیدن لباس شهرت ما مسلمانان را نهی کردند. وقتی که در مورد لباس شهرت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیده شد، ایشان فرمودند که کل ما رفعک عن الناس و کل ما وضعک عنهم. لباس شهرت هر لباسی را گفته می شود که تو را از مردم خیلی بلند نشان بدهد یا تو را از مردم خیلی پایان نشان بدهد، یا لباسی بپوشی که سبب تکبر و سبب خیالای تو بگردد، و یا لباسی بپوشی که خیلی پایان بوده باشه و چتل و ناپاک و کثیف بوده باشه، در حالی که تو استطاعت پوشیدن لباسی پاک و نظیف را داری. و بعد از دیدن یک برنامه کوتاه خدمت شما انواع لباس های را بیان خواهم که در پرتو احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در احادیث شریف از پوشیدن آنها، از استخدام آنها منع آمده. با ما باشید.
دلها. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند مانند ترنجی است که بوی آن دلنشین و مزه آن نیز خوش است، و مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند مانند خرماست که بویی ندارد ولی مزه آن شیرین است. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان محترم، با سلام مجدد خدمت شما عزیزان هستم. از جمله لباس هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی ما را از پوشیدن از او یا از استخدامی از او منع کردن لباس ابریشمی هست که ابریشمی خالص از پوشیدن از او و از استخدامی از او مردهای مسلمان منع شدن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی مردهای مسلمان را از پوشیدن لباس ابریشمی یا از استخدام پارچه ابریشمی یا فرش ابریشمی که ابریشمی خالص بوده باشد منع کردن. از جمله این حدیث است که امام ابو داود رحمت الله علیه از ابی عامر اشعری رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر. در امت من اقوامی پیدا میشوند که آنها زنا و پوشیدن لباس ابریشمی را به خود حلال میدانند، که در حالی که این دو چیز در امت ما حرام و ناجایز است، محرم است، که زنا و همچنین پوشیدن لباس ابریشمی، این دو چیز را اقوامی پیدا میشوند که به خود حلال میشمارند. و این هم دلالت به این میکند که همچنان که زنا به نص قطعی قرآن کریم محرم است، پوشیدن لباس ابریشمی هم به نص صریح حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم محرم و ناجایز است، و کسانی که این دو چیز را برای خود حلال میشمارند مرتکب گناه کبیره میشوند و مرتکب یک امر ناجایز و محرم میشوند. و همچنین در حدیث متفق علیه، در حدیثی که امام بخاری و امام مسلم او را از سیدنا عمر رضی الله عنه روایت میکنند، آمده است که ایشان فرمودند: سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول. حضرت امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمودند که ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که چنین فرمودند: لا تلبس الحریر فانه من لبسه فی الدنیا لم یلبسه فی الاخره. شما لباسهای ابریشمی را به تن نکنید، لباس ابریشمی را نپوشید، چون کسی که این را در دنیا می پوشد در آخرت از او محروم می شود، در آخرت او لباس ابریشمی پوشانده نمی شود. و این لباس ابریشمی از جمله لباس های اهل جنت است که الله متعال در جنت به اهل جنت این را می پوشاند، و لذا در دنیا پوشیدن از او برای مردها محرم و ناجایز است. و همچنین در حدیث متفق علیه دیگری از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسه فی الاخره. کسی که در دنیا لباس حریری و ابریشمی را می پوشد هرگز در روز آخرت او پوشانده نخواهد شد. لن برای تأکید نفی مستقبل است که در روز آخرت به طور قطعی و یقینی این لباس را این شخصی که در دنیا می پوشد لباس ابریشمی را در روز آخرت هرگز نخواهد پوشید. و همچنان که پوشیدن لباس ابریشمی محرم و ناجایز است به شرطی که ابریشمی خالص بوده باشد.
و برای مردها البته استخدامی از او به شکل لباس، به شکل پارچه‌ای که در زیر پایش بندازد یا به شکل فرش، استخدام نشستن بر بالای پارچه ابریشمی یا بر بالای فرش ابریشمی خالص، این هم محرم و ناجایز است و در احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و نهی آمده. از جمله حدیثی است که امام بخاری رحمت الله علیه از حذیفه بن یمان رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليها. حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را از چند چیز منع کردند. اول اینکه در ظرفها و در جامهای طلایی و نقره‌ای ما بنوشیم یا در آنها بخوریم. خوردن و نوشیدن در ظرفها در جامهای طلایی و نقره‌ای حرام و ناجایز است. رسول اکرم صلی الله علیه و ما را از این کار منع کردند. و عن لبس الحریر و الدباج، و همچنین ما را از پوشیدن ابریشم و از پوشیدن پارچه های ابریشمی. دیباج پارچه‌ای که از ابریشم خالص ساخته می شود، از این پوشیدن از این منع کردن. و ان نجلس علیها، و همچنین از نشستن بر بالای پارچه‌ای که از ابریشم خالص ساخته شده باشد، که به شکل پارچه بوده باشد زیر پای انداخته شد، یا به شکل قالین یا به شکل فرش که به ابریشم خالص بوده باشد. از نشستن بر بالای این نوع فرش ها و پارچه ها رسول اکرم صلی الله علیه و ما را منع کردند. و این خبر از طرف حذیفه بن یمان است و در روایت دیگری به شکل نهی مباشر رسول اکرم صلی الله علیه و آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند لا تشربوا فی آنیة الذهب والفضة ولا تأكلوا فيها، شما در ظرفها و جامهای طلایی نقره‌ای ننوشید و نه در اینها طعام بخورید. ولا تلبسوا الحریر و الدباج، شما ابریشم را و پارچه های ابریشمی که از ابریشم ساخته می شود آنها را به تن نکنید. ولا تجلسوا علیها، بر بالای از آنها هم ننشینید. و ظاهرا این امر دلالت به تحریم از او میکند. لذا رأی جمهور علما این است که همچنانه که برای مردها پوشیدن ابریشم خالص محرم و ناجایز است، نشستن بر بالای پارچه ابریشمی یا بر بالای فرش ابریشمی محرم و ناجایز است، که به شرطی که ابریشم خالص بوده باشد. اما اگر ابریشم مخلوط بوده باشد جایز است که به قدر کم بوده باشد، که ما ان شاء الله مقداری از او را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و خدمت شما بیان خواهم کرد. اما ابن حجر رحمت الله علیه در فتح باری میگه که ثبت لبسه عن جماعت من الصحابه، که ابریشم مخلوط کالا و یا لباسی که از ابریشم مخلوط ساخته شده باشد، یعنی اصلش کالا از صوف و از پشم است، اما در او ابریشم خلط شده است به اندازه کم بوده باشد، این از صحابه کرام ثابت شده است، از مجموعه صحابه کرام، و اشکالی ندارد. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه میگه که لبسه 20 من الصحابه فاکثر، تقریبا از 20 یا بیشتر از 20 صحابه ثابت است که لباس های ابریشمی که مخلوط بوده به ابریشم، لباسی پشمی که مخلوط به ابریشم بوده پوشیدند و این اشکالی ندارد. و همچنین امام ابن ابی شیبه از عمار ابن ابی عمار روایت میکند که اتت مروان ابن الحکم مطارف خز فکساها اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، هنگامی که مروان ابن الحکم والی مدینه بود بر از او جامه های ابریشمی آمد، از جای برای از او جامه های ابریشمی یا پارچه های ابریشمی آمد، عباهای ابریشمی آمد که مخلوط به ابریشم بود، یعنی عباهایی بود که مخلوط به ابریشم بود و بین اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و را تقسیم کرد تا که اینها را بپوشند. پس پوشیدن ابریشمی که کالای پشمی که مخلوط به ابریشم بوده از صحابه کرام ثابت شده است و اشکالی ندارد، لیکن به شرطی که ابریشمش کم بوده باشد که ان شاء الله مقداری از او را بیان خواهم کرد. و همچنین پوشیدن لباس های ابریشمی برای خانم ها اشکالی ندارد و در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و ثابت است و این مسئله مجمع علیه است بین مسلمان ها، علمای مسلمان ها، که پوشیدن ابریشم برای خانم ها اشکالی ندارد و در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و ثابت شده است که پوشیدن ابریشم را برای خانم ها جواز دادن، که ان شاء الله این احادیث را هم خدمت شما بیان خواهم کرد. و هم اطفال، اگر اطفال پسر بچه ها بوده باشند، در نزد جمهور علما
همچنانه که برای مردها محرم و ناجایز است، برای پسر بچه ها هم محرم و ناجایز است پوشیدن لباس ابریشمی و یا استخدام ابریشم، چون پسر بچه ها هم در عموم قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودن حرام علی ذکور امتی شامل هستند که پوشیدن ابریشم برای مردهای امتی من حرام هستند و کلمه ذکور همچنانه که شامل مردهای بزرگ می شود شامل پسرها هم پسرهای کوچک هم می شود. لذا در نزد جمهور علما برای پسرها هم درست نیست که بپوشند لباس ابریشمی را، لیکن عده علما از جمله محمد بن حسین شیبانی که از جمله اصحاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است ایشان جواز دادن، چون گفتن که آنها مکلف نیستند لذا اشکالی ندارد که بپوشند. و عده علما از جمله امام شافعی رحمت الله علیه گفتن که در روزهای عید اگر بپوشند اشکالی ندارد و در غیر از او برای از آنها هم ناجایز است، لیکن اکثر علما جمهور علما رأیشان این است که همچنانه که برای مردها محرم و ناجایز است پوشیدن لباس های ابریشمی، برای اطفال هم پوشیدنشان محرم و ناجایز است. و همچنین نشستن بر بالای فرش های ابریشمی همچنانه که حدیث قبلا خدمت شما عرض کردم، بنابراین حدیث که در روایت های متعددی آمده، این حدیث حذیفه بن یمان دلالت به این میکند که نشستن بر بالای فرش های ابریشمی که ابریشمی خالص بوده باشد یا پارچه های ابریشمی که ابریشمی خالص بوده باشد بر بالای از اینها نشستن محرم و ناجایز است. اما زنها همچنان که لباس های ابریشمی را پوشیده میتونند بر بالای فرش های ابریشمی پارچه های ابریشمی نشسته میتونند یا او را به شکل پتو اگر بوده باشد در اطراف خود در گرد خود گرفته میتونند و اشکالی ندارد. و علت این که چرا برای مردها حرام شده برای زنها نشده، علت اولش این است که چون ابریشم یک لباس نرم و لباس رفاهیت است و لباس زینت است و این چیز مناسب حال زنهاست نه مناسب شهامت مردها و مردها باید شهامت داشته باشند و چیزهایی که لباسهایی که دلالت به رفاهیت و دلالت به فراخ بیشتری زندگی میکند، دلالت به زینت بیشتر میکند، دلالت به نرمی یک چیز میکند و برای از اونها ناجایز است. اما زنها چون جنسی لطیف و جنسی که زینت را خوش دارند و جنسی ناعم هستند برای از اونها اشکالی ندارد. و همچنین پوشیدن لباس ابریشمی دلالت به خیالا و بر تکبر میکند و پوشیدن از او یک نوع تکبر را در دل مردها پیدا میکند و لذا از پوشیدن آن برای مردها منع آمده. و در اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد، ان شاء الله در قسمت آینده ادامه این مطلب را و در احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد. تا به وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.